سلام، من امیدم. امروز یه آموزش سینمافوردی خیلی ساده و کوتاه آوردم براتون. طراحی یه کاراکتر ساده و بامزه. خب سینمافوردی که باز شد، یه مکعب انتخاب میکنم. سگمنت مکعبو میذارم 2. اگه این خطا رو نمیبینین بیاین توی دیسپلی این گزینه دوم که تو پرانتز لاینز نوشته رو انتخاب بکنین. این خطا بعدن میفهمیم که چرا به درد ما میخوره. هر چقدر که بیشتر لاین داشته باشه تو جیومتریمون، سگمنت اضافه بشه، در واقع ما دسترسی به سطوح و وجوه بیشتری خواهیم داشت برای اینکه ادیتشون بکنیم، دستکاریشون بکنیم، به شیپ نهایی نزدیکترش بکنیم. با سگمنت 2 کیوب انتخاب شده رو داریم، آلت رو نگه میداریم، این گزینه ساب دیویژن سرفیس رو انتخاب میکنیم. ساب دیویژن در واقع میاد همه چیزی که بچهش هست و یه حالت نرم شدگی به همه جاش میده. حالا این بستگی به همین سگمنت ها داره. اگه سگمنت ها زیادتر باشه میبینیم که به مکعب بودنه انگار نزدیکتر میشه و بازم این یه انتخابیه که ما میتونیم سلیقه‌ای یا بر اساس مدلی که میخوایم بسازیم باشون، ابزاری که در اختیارمون هستش که باش کار بکنیم. در این حالت ساب دیویژن رو انتخاب میکنیم و اینجا ادیتبل رو میزنیم که از الان به بعد با این کار این تنها وجهمون میشه و این کار باعث میشه که ما بتونیم بیایم اینجا بتونیم از رأس و لاین و یعنی وجه، خط و یال و سطح رو بتونیم دسترسی داشته باشیم. با این ابزارهای سلکتی که اینجا هست، لایف سلکشن رو بگیرم، میبینیم که مثلا میتونیم این سطح رو بگیریم دستکاریش بکنیم. خب ولی ما کاری که الان میخوایم بکنیم اینه که میخوایم این صورت رو از اینجا انتخاب بکنیم و این حالت فرو رفتگی و بیرون اومدگی بعد صورتش رو براش درست بکنیم. کاری که میشه کرد اینه که بیایم اینجا و بعد ساب دیویژن، بعد برای اینکه یه چیزی رو سطحی و تو یا بیرون ببریم از اکسترود استفاده کنیم. این سطوح انتخاب میکنم با لایف سلکشنم، اکسترود رو بیرون از این انتخابم اینجا مثلا میزنم. حواستون باشه که کرییت کپس باید خاموش باشه تو آپشن این بغل، وگرنه سطح اکسترود رو میبنده، انگار در پوش بذاره براش. خلاصه اکسترود میکنم یک بار و با الان بار دوم، و برای اینکه این دوباره نرم بشه یه بار دیگه میام میندازمش، اینو بچه یه ساب دیویژن سرفیس دیگه میکنم. خب حالا فعلا من راضی ام از این مدل. تا اینجا ساب دیویژن رو میتونم خاموش بکنم فعلا. برگردم دوباره سطحمون رو انتخاب بکنم. حالا که این رفته تو، من همین سطح رو ازش یه کپی ازش میگیرم، اینطوری که راست کلیک میکنم و اسپلیت رو انتخاب کنم. اسپلیت یه دونه دیگه نمونه عین همون سطحی که سلکت شده رو برام میسازه. اینه الان. حالا دوباره اکسترود انتخاب میکنم و کرییت کپس رو روشن میکنم این سری و اکسترودش میکنم. کرییت کپس رو روشن میکنم چون میخوام از پشتش بسته بشه. اگه ببینیم یا کنترل زد بزنم بیارم این سطحی که الان کپی کردم جلو. الان اینو میخوام اکسترود بکنم. سطح این حالت پولیگانز، دو حالت پولیگانز قرار دارم. الان اکسترود رو انتخاب میکنم. پولیگانز هم سلکشن هم پرید، دوباره باید سلکت میکنم. اکسترود انتخاب میکنم و کرییت کپس در حالی که خاموش باشه من اینو اکسترود بکنم. ببینین پشتش در نداره، انگار که باز میمونه. کرییت کپس رو انتخاب میکنم که بسته بشه. اینجا هم سری آپشن هست باش میشه کار کرد. مثلا این نشون میده که چقدر بیاد جلو یا بره تو، یا اگه لازم باشه مثلا یه ساب دیویژن اضافه بشه وقتی اکسترود میشه. این خط این وسط یه ساب دیویژن اضافه شد و حالا من از این راضیم. این شیپ رو یعنی خود مدل رو انتخاب میکنم. تو حالتی که مدل انتخاب شده با ابزار موو اینو میبرم عقب، دکمه 3 رو میگیرم، دور شیپ هم میچرخم. وقتی 3 رو میگیریم و موس رو با دکمه سمت چپ موس
پایین نگه داریمش میتونیم دورش بچرخیم و از همه جا زاویه ها بتونیم بهش نگاه بکنیم. میبینیم که اگه ساب دیویژن سرفیس الان روشن بکنیم روی مکعب بیرونیه فقط داره اعمال میشه، روی اون صورتش اعمال نمیشه. برای اینکه این درست بشه میام یه نال انتخاب میکنم. نال مثل یه فولدر خالی میمونه. نال میکنم بچه ساب دیویژن، این دوتا رو میکنم بچه نال و الان رو جفتشون انتخاب شد، رو جفتشون اعمال میشه در واقع. حالا میریم برای صورتش، چشمش. راه ساده این که بیایم اینجا از توی مدلایی که پیش فرض در اختیار داریم این سیلندر رو انتخاب بکنیم و سیلندر الان انتخاب شده هست ولی لای این اونجا افتاده دیده نمیشه. خب میایم اینجا سیلندرمون رو ریدیوسش و شعاعش رو مثلا میکنیم 5 و هایتش رو میکنیم 2 و میگیم که اورینتیشنش مثلا تو صفحه انتخاب کنیم کدومش درسته. زی پلاس مثلا من گذاشتم و اینو میبریم میذاریمش یک جایی مثلا اینجا. یه دونه از روش کپی میسازم، کنترل C کنترل V، اینو میذارم اینور و 3 رو نگه میدارم با دکمه سمت چپ موس. یه نگاهی به اطراف میندازم ببینم چطوری شد. ساب دیویژنش هم روشن میکنم. اینجا میتونم از رندر ویو حساب کنم. تو همین ویومون یه رندری نشون میده که چه شکلی میشه. میتونیم این دوتا سیلندرها رو هم بندازیم دوباره داخل همین فولدر که ساب دیویژن سرفیس روشون اعمال بشه و ببینیم حالا چه شکلی شد. یه مقدار مثلا لبش رو گرد میکنه. برای بینیش همین سطح صورتش رو انتخاب میکنم تو حالت نقطه یا این حالت پوینتس رو انتخاب میکنم. لایف سلکشن رو میگیرم، این نقطه‌ای که وسط صورتش هست رو میگیرم، رایت کلیک میکنم، بول رو انتخاب میکنم، بیرون نقطه یه جایی بول رو اعمال میکنم، ساب دیویژن رو خاموش میکنم که بهتر ببینیم. در واقع این شیپ رو با بول کردن از یه نقطه به این مربع رسید. حالا پلیگان رو انتخاب میکنم، لایف سلکشن رو انتخاب میکنم و این سطح رو انتخاب میکنم. حالا میام اکسترود رو میگیرم، کریت کپس رو یادم باشه که خاموش بکنیم چون نمیخوایم بسته بشه سطحمون وقتی اکسترودش میکنیم. اینو یک لایه تا اینجا اکسترود میکنم و بعد یه ذره خودش رو با ابزار موو میارم جلو. ساب دیویژن رو روشن کنم، یک همچین چیزی مثلا شد. دقیقاً این مدلمون نشد ولی این خیلی کوچکتر بود. یه رندر ویو بگیرم، همچین چیزی شده. خب حالا بریم برای اینکه یه ذره سنس بگیریم خیلی سریع یه ذره متریال بهش اضافه کنیم. این گزینه متریال رو منوی متریال رو باز میکنه. دابل تپ میکنیم، متریال اول رو میسازیم، مثلا کالرش رو میذاریم یه بنفشی و رفلکتنسش رو میخوایم این چیزی که با دیفالت هست رو ریموو میکنم، اد میزنم GGX. رفلکتنسش رو برای بذارین اینو بندازم اول روی سطح، هم اینو میندازم روی این. دوباره دابل تپ میکنم روی رفلکتنس. اینجا گزینه ادیتیو رو میزنم که این اضافه بشه به رنگمون، حالت اضافه شدگی. رافنس رو زیاد کنیم، انگار زوم. اینجا میتونیم ببینیم پیش فرض چه متریالی داریم میسازیم. یه ذره رافنس رو زیاد میکنم، رفلکشن رو یه مقدار کم میکنم. اینا یه ذره هم سلیقه‌ایه هم بستگی داریم که میخوایم دقیقاً چی میخوایم از آب در بیاد. اسپیکولر اکسترنگت رو یه مقدار زیاد میکنم که باعث میشه این رفلکت
مستقیمش مقدار شدیدتر بشه و این متریال رو یه کپی ازش میگیرم میندازم روی این چشما. در واقع تنها فرقی داره کالرش رو یه مقدار این کالرش رو مشکی میکنم و چشم سختی نداره که رافنس میشه سختیش رو 0 میکنم. یه مقدارم اونقدری باستابی نیست، یعنی یه مقدار مثلا این حالت چشم در میاد. الان یه رندر ویو بگیریم برای اینکه باز بهتر ببینیم یه المان نور به محیط اضافه میکنم. مثلا یه دونه اینفینیت لایت اضافه میکنم که یه نور بی نهایت در واقع مثل خورشید میمونه. اینجا با گزینه روتیشن یه مقدار روتیتش میکنم که دقیقاً نور پردازی که میخوام اتفاق بیفته. یه دونه هم فلور انتخاب میکنم که در واقع میشه سطح. این یه مقدار رفت داخل. ابزار موو رو انتخاب میکنم، کل نال و ساب دیویژن رو میگیرم میارمش بالا و یه متریال سفید درست میکنم به فلور میدم. بعد فعلا یه همچین چیزی شده. حالا میتونم فلور رو یه مقدار به اینم یه رفلکتنسی بدم، مثلا بگم که اینم پاک میکنم دوره GGX و رافنسش رو زیاد میکنیم، رفلکتنسش هم یه مقدار کم، رافنس هم کمتر. ببینیم که چطوری میشه. اینم ادیتیو میکنم که رنگ سفیدشو ببینیم، اوریج نباشه. رندر ویو یه همچین چیزی شد. حالا رافنس این متریال رو یه ذره کمتر میکنیم، حالت فلزگونه نمیخوام داشته باشه، بیشتر میخوام شبیه پلاستیک باشه. فلکتنسش هم کم میکنیم، بامپش هم کم میکنیم. الان چی؟ یه همچین چیزی. یه نور دیگه هم میذارم که مستقیم از اونور مثلا به صورتش نزدیک تر باشه. هرچی انتخاب میکنیم و میسازیم تو مرکز مختصات صفحه میندازه. بر همین بعدن نظره میاریم اینجا جابجاش میکنیم. یه همچین چیزی. خب برای صورتش هم یه متریال دیگه میسازم. میتونم همینو یه کپی بکنم. نه، یه متریال جدید میسازم. اینو میندازم روی صورتش. از اینجا میتونم روی این بندازم یا میتونم بیام اینجا روی این بندازم. اینجا میتونم اسم رو عوض بکنم که بهتر بدونم این چیه. این فیس مثلا اسم اینو میذارم بادی و یه رنگ مثلا بیایم مثلا زرد پوستش کنیم مثلا همینطور الکی. خب بذار همون صورتی و اینا باشه. با دکمه 3 دورش میچرخه، 2 حالت عقب جلو میکنه و 1 جابجا میشیم تو صحنه. انگار دوربینمون داره جابجا میشه، شیپمون سر جاش هست. برای اینکه بتونیم مانور بدیم اون زاویه دلخواهمون رو پیدا کنیم که میخوایم نگاه بکنیم، یا برای رندر و کامپوزیشن نهایی بتونیم اون رو نگاه بکنیم، اون رو به دست بیاریم پیدا بکنیم. ببخشید، ساب دیویژن رو انتخاب میکنم و ابزار موو از اینجا انتخاب کردم. اینو یه ذره میبرم بالا. حالا برای اینکه پاشو بسازم میام دوباره از 2 تا سیلندر استفاده میکنم. اینجا این گزینه
ویوپورت سولو رو اگه بزنم باعث میشه که تنها چیزی که تو ویوپورتمون میبینیم همون آبجکتی باشه که سلکت شده و اینطوری بهتر میتونیم باش کار بکنیم. مثلا ردیسش رو یه عددی بین مثلا 10، طولش هم چشمی باید ببینیم که چطوریه. سگمنت پاشو زیاد میکنم و در اینجا یه کاری که میخوام بکنم اینه که بیام از داخل اینجا ابزار سیمتری انتخاب بکنم، سیلندرمونو این استوانه رو در واقع بچه سیمتری بکنم. کاری که سیمتری میکنه اینه که هر چیزی که توش باشه رو متقارنش خودش ایجاد میکنه. الان در واقع من اگه سیلندر رو تکون بدم به تقارن از مرکز صفحه انگار دوتا داریم. هر تغییری که رو اولی بدم رو دومی هم اعمال میشه. بعد از حالت سولو در میایم و سیلندرمونو کل سیمتریمونو دوباره بچه نال میندازیم تو داخل نال و یه ذره کل شیپمونو میاریم بالا. همین متریالی که به صورتش دادم و به پاشم میدم میندازم روی سیلندر و تقریبا میشه گفتش که کار اصلی که میخواستیم بکنیم تموم شده است. حالا مثلا برای اینکه یه حالت کفش هم داشته باشه میام سیلندر رو انتخاب میکنم. اینجا میبینیم که این خوب نچسبیده به بدنش. یه مقدار هایتش رو زیاد میکنم، یه همچین چیزی. گزینه دکمه این گزینه که اینجا هست تاگل اکتیو ویو رو اگه بزنم میتونم از زوایای مختلف ببینم، از کامراهای مختلف که دقیقاً پاش کجا قرار گرفته، ارتفاعش نسبت به افق چطوریه. و دوباره برمیگردم به ویو اصلیم، یا همینو میزنم یا با موس یا با اینا رو خود ویو که میخوام میزنم یا با دکمه وسط موس اگه داشته باشیم بزنیم برمیگرده به ویو اصلی. خب میام ابزار سلکشن لایف سلکشن رو انتخاب میکنم در حالی که سیمتری روشنه. تاب دیویژن رو خاموش میکنم و سیلندرمون رو برای اینکه میخوام دستی توی پلیگاناش داشته باشم همونطور که اول گفتم اینم باید ادیتابل بکنم چون میخوام فقط این پلیگانای پایین رو سلکت بکنم. اینو ادیتابل میکنم. الان میبینیم که سلکت میشه. یکیشو که کافیه که فقط یکیشو سلکت بکنم، تمام پلیگانای پایین رو شیفت رو نگه میدارم، دوباره سلکت میکنم که همهشون سلکت بشن. در این حالت میام همین بدنه اینو میندازم، همین متریالی که برای بدنش استفاده کردم میندازم روی این شیپ سلکت شده. این باعث میشه که اون یه تیکه فقط همون متریال رو انگار که بگیره. اینا هم میبینیم که اینجا اون متریال داره. الان خب با همون دکمه 1 و 2 و 3 که میتونیم جا به جا بشیم و اینا یه زاویه خوب پیدا میکنم و ساب دیویژن سرفیس رو روشن میکنم و اینو با این گزینه یه رندر نهایی طور میگیرم. میتونیم به نورامون اضافه بکنیم که شادو ایجاد بکنن. جفت منبع نورا رو انتخاب میکنم، لایت 1 و لایت 2 و شادو که اینجا نوشته نانو میزنم مثلا ری تریسد هارت و یه بار دیگه رندر میگیرم. شادوی عجیبی شد فکر کنم برای اینکه منبع نورمون خیلی نزدیکه این اتفاق افتاد. شادو رو اولا سافت میکنم که اونقدر تیز نباشه و بعد منبع نور اینفینیتمون هم منبع نور اولیه رو یه ذره دور میکنم. الان چطوریه؟ شادوی بزرگه از این منبع نور میاد. شادوی این یکی آف میکنم، بهتره که آف باشه به نظرم. رندر نهایی میزنم. شادو رو به حالت اریا انتخاب میکنم.
خیلی هنوز کار میشه کرد روی این، خیلی کارهای زیادی هستش که بشه کرد، ولی خب تنظیمات رندر رو میتونیم باش راجبش صحبت بکنیم، استاندارد باشه یا ویری رندر بگیریم یا ردشیفت بگیریم، مثلا سایز رندر رو مثلا میشه بیشتر کرد، مثلا چه میدونم مثلا الان 12 مثلا میزنم 19 20 در 1080 سایزش بزرگتر میشه مثلا، و حالا چیزای زیادی هستش که میشه راجبش حرف زد. سایزش رو بزرگ کردم، رندر نهاییمون خیلی با کیفیت داره، بزرگتر. مرسی که این آموزش رو تا اینجا دیدین. اگه سوالی پیش اومده حتما تو کامنت ها برام بذارین و حالا بگین که چه چیزهای دیگه ای بگم، چه چیزایی دوست دارین بسازیم، اصلا این به دردتون خورد یا نه. مرسی.